سلام دوستان، هیبا خانوم 17 ساله از شهر ترسونزاده می باشم. طولی یک ماه است که کتاب ونبوک را می خونم. در مدت کوتاه توانستم سخنرانیم را با زبان انگلیسی خیلی خوبتر و بهتر سازم. در فستیوال اول این شرکت اشتراک ورزیده اتمسفر امریکایی را در اصل بینم، با خارجیان صحبت کنم، با دوستانی نو پیدا کنم. شاد از آنم که هر روز کلمه و جمله های نو را از خود نکنم و آن را با راه و اصول گوناگون یعنی به آینه نگاه کردم یا اینکه با یگان دوستم که زبان انگلیسی را خوبتر میداند تکرار کنم. زبان برای آموزش نزد ما نه، بلکه ما برای آموزش نزد او برویم، بخوانیم، بجوییم، بکوشیم تا به مقصدهایمان برسیم. وقت غنیمت است دوستان، حرکت نکنم که آن را تقسیم نموده برای کارهای مفید استفاده برم. آموزش زبان راهی که عین حال من و شما قرار داریم برای وسیع کردن جهانبینی‌مان کمک می‌رساند. چنانکه گفتند زبان دانی جهان دانی. I can learn a language if I listen and read a lot. As in, I can do it in 1 year.